امروز قرار بیش از 50 تا کلمه انگلیسی که توی کلاس زبان اکثرا به ما یاد نمیدن اما خیلی پرکاربردن رو یاد بگیریم. پس بزن بریم. سلام، من مهدی فرزین هستم و امروز قرار بیش از 50 تا لغت انگلیسی رو یاد بگیریم. این لغات مربوط به اعضای بدنمونن که ممکنه خیلی هاشون رو ندونید و واسهتون جدید باشن. حتما دفترچه و خودکار همراهتون باشه که کلمات رو یادداشت کنید. اینم بگم که من کلمات رو اکثرا فارسیشون رو نمیگم و واسهتون اجرا میکنم که بتونید با معنای انگلیسیشون یادشون بگیرید. اولین دسته از کلمات که قراره درباره‌شون صحبت کنیم کلماتی هستن که مربوط به چشم هستن. به این کار میگن close your eyes. به این کار میگن open your eyes. به این کار میگن cover your eyes. به این کار میگن blink. به این کار میگن wink. به این کار که وقتی یکی یه کار عجیب میکنه و شما همینجوری بهش زل میزنید میگن stare. وقتی که یه منظری رو بدون اینکه بهش دقت کنیم نگاه میکنیم بهش میگن see. I see a lot of trees here. اما وقتی به یه چیزی با دقت نگاه میکنیم و میخوایم ازش سر در بیاریم بهش میگن look. I'm looking at a tree. دسته دوم از کلمات مربوط میشن به سر ما. ما وقتی که با یکی موافقت میکنیم این کار رو انجام میدیم. به این میگن nod your head. وقتی که میخوایم مخالفت کنیم این کار رو انجام میدیم. میگن shake your head. وقتی که گردنمون رو کج میکنیم به این میگن tilt your head. و ما بعضی وقتا گردنمون رو میچرخونیم به این میگن turn your head. turn right. البته این راست منه برای شما چپه. turn right. turn left. دسته سوم از کلمات مربوط میشن به دماغمون. منم یه مقدار مریضم پس یه سری از کارهایی که با دماغمون انجام میدیم و میتونم راحت‌تر بهتون بگم. به نفس کشیدن میگن breathe. البته اسم نفس میشه breath. اما نفس کشیدن میشه breathe. ما بعضی وقتا وقتی که بچه بودیم دست تو دماغمون میکردیم. pick your nose. بعضی وقتا با دماغمون یه بوی رو میخوایم احساس کنیم هی نفس میکشیم به این کار میگن sniff. به این کار میگن sneeze. و به نفس کشیدن عادی که میخوایم یه بوی رو البته حس کنیم بو کردن میگن smell. فرق sniff با smell اینه که sniff به این شکله میخوایم یه بوی رو سریع حس کنیم ولی smell وقتی میخوایم به صورت عادی یه چیزی رو بو کنیم smell. و خرگوشا و یه سری از حیوانات میتونن دماغشون رو به این شکل تکون بدن که البته من نمیتونم. به اون کار میگن wiggle your nose. به این کار میگن cough. I was coughing. حالا قراره یه سری کلمات درباره دهانمون یاد بگیریم. ما با دهانمون صحبت میکنیم talk, speak. یعنی که به یک کسی یک چیزی میگیم tell, say. ما میتونیم آواز بخونیم sing ها. و همینطور میتونیم این کار رو با دهانمون انجام بدیم hum. whistle. ما میخوریم eat. میجویم chew. بعضی وقتا ممکنه با یه نفر اینجوری صحبت کنیم whisper. بعضی وقتا ممکنه اینجوری داد بزنیم yell, shout. بعضی وقتا هم وقتی میریم مهمونی ممکنه روبوسی کنیم دست یکی رو ممکنه ببوسیم kiss. و البته ما میتونیم بستنی بخوریم و به لیس زدن میگن lick an ice cream. حالا یه سری کارهایی که با گوشمون میتونیم انجام بدیم. ما بعضی وقتا گوشامون رو اینجوری میگیریم
به این کار میگن plug your ears. بعضی وقتا اینجوری گوشامون رو بگیریم، به این کار میگن cover your ears. بعضی وقتا بزرگترها گوشامون رو میکشن، pull on your ears, pull on someone's ear. و بعضی وقتا هم نمیتونیم یه چیزی رو بشنویم و این کار رو انجام میدیم، به این کار میگن cup your ears. حالا کارهایی که با دستا میتونیم انجام بدیم، ما با دستا میتونیم یه نفر اینجوری بزنیم بهش، به این کار میگن poke. یا اینکه میتونیم یکی رو این شکلی شون بگیریم، به این کار میگن pinch. یا اینکه میتونیم مشت بزنیم، به این کار میگن punch. یا اینکه میتونیم یه دونه اینجوری بزنیم تو صورتشون که البته کار خوبی هم نیست، به این کار میگن slap. snap. بعضی وقتا یه چیزی رو اینجوری میزنیم، به این کار میگن flick. بعضی وقتا ممکنه یه چیزی رو لمس کنیم، به این کار میگن touch. و البته بعضی وقتا ممکنه با یه نفر این شکلی خداحافظی کنیم یا سلام بدیم، به این کار میگن wave. بعضی وقتا ممکنه یه سری حرکات با دستامون نشون بدیم که من نمیخوام نشونش بدم، به این کار میگن make a gesture. به این کار میگن clap. We clap someone sometimes. و اما بعضی وقتا ما یه حیوانی رو ناز میکنیم، سگر نشون بده، مثلا میخوام بیام این سگر رو ناز کنم و اینها، به این کار میگن to pet someone or something. بعضی وقتا وقتی یکی میبینیم باهاش دست میدیم، shake hands یا میگیم shake your hands. بعضی وقتا یه چیزی رو بر میداریم، take، یا یه چیزی رو پرت میکنیم، throw، یا چیزی از دستمون میفته، drop. وقتی که میخوایم ماساژ بدیم یه نفر رو، معمولا به این شکل میمالیمش، به این کار میگن rub. یا بعضی وقتا ممکنه چیزی رو فشار بدیم، به این کار میگن squeeze. دوران کرونا ما نمیتونستیم شیک هند کنیم، پس چی کار میکردیم؟ میومدیم بامپ elbow میکردیم، به این قسمت از بدن میگن elbow و ما میومدیم میزنیم به همین قسمت رو، میگن bump elbow. حالا بریم یه سری کلمات که مربوط به بدنمون میشن رو یاد بگیریم. ما میرقصیم، dance. بعضی وقتی یه چیزی رو نمیدونیم میگیم نمیدونم، به این کار میگن shrug. و یا اینکه بعضی وقتا یه نفر رو بغل میکنیم، به این کارم میگن hug. بعضی وقتا یه چیزی رو هول میدیم، میشه push. یا اینکه میکشیمش، میشه pull. ولی بعضی وقتا یه چیزی مثل دستگیره در که وقتی خیلی سفته ما مجبوریم اینجوری بکشیمش، به این کار میگن yank on the door یا tug on the door. حالا ببینیم سراغ کارهایی که با پاهامون میتونیم انجام بدیم. بعضی وقتا راه میریم، walk. بعضی وقتا میدویم، run. بعضی وقتا پاهامون به یه چیزی گیر میکنه و میافتیم، این شکل گیر کردن رو بهش میگن trip. I tripped over a stone. و بعضی وقتا پاهامون این شکلی میشه و لیز میخوریم از روی یه چیزی، به این کار میگن slip over. سگارم ببینید. بعضی وقتا ما میپریم، به این کار میگن jump. و بعضی وقتا ما آروم راه میریم، به این کار میگن tiptoe. بعضی وقتا ما به این شکل میدویم، به این کار میگن skip. به لیلی کردن میگن hop. بعضی وقتا این شکلی میشینیم که یه چیزی رو برداریم، به این کار، به این شکل نشستن میگن squat. اگه میخواید آموزش‌های بیشتر ببینید، کانال منو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو روشن کنید که اولین افرادی باشید که این آموزش‌ها رو میبینن. میبینمتون. خدا نگهدار.